سلام دوستان عزیز، عین حال من در نزد بابا جان و شادیانه قرار دارم. دخترچه که تشکیلات آرمان دلها 10 روز پیشتر در بیمارخانه شهری خوجند او را جراحی نموده بودند و امروز میبینم حالتش بسیار هم خوب است، خنده میکند. چنانه که در نوار پیشتر گفته بودم، آرزو میکنم همیشه خنده از لبان این کودک دور نرود. چنانه که اینجا به ما گفتم 2 روز باز است که از جایش میخیزد و راه میگردد. من امید میکنم و باوری هم دارم که در آینده خیلی نزدیک او به کلی شفا مییابد و برای آنهایی که خدمت کرده بودند در آینده خدمت خواهد کرد. به همه آنهایی که برای دستگیری و برای توابت شادیانه مبلغ صرف کردند و خیر نمودند، به همه آنها تشکر میگوییم و از زبان شادیانه نیز تشکر میکنیم، زیرا که هر یک انسان وقتی به دنیا می بیاید از نام او تنها فقط یک کاری نیک، عملی نیک و رفتاری نیک باقی میماند. دیگر همه چیزها این گذرنده است، میگذرد، فقط نیکی جاویدان میماند. همین خیلی نیشون یا نه؟ آینده انشاءالله که خوانده صاحب یک کسبی پر افتخار گشته برای آنهایی که خدمت کردند خدمت میکند و برای ملت تاجیک، دولت تاجیکستان حتما خدمت کرده باشد. زنده باشد. بار دیگر به کل آنهایی که به توابت این کودک، به توابت این دختری عزیزی ما، به توابت شادیانه سهم گذاشتند منتداری بیان میکنیم و همه شما برای کار خواهانیم و همیشه در زندگیتان چی آرزو، چی نیت، چی مقصد داشته باشید، خداوند برآورده امر خیر گرداند. همیشه زندگی آباد داشته باشید، روزگاری آباد داشته باشید، هیچگاه فرزند شما خنده از لبانش دور نباشد. زنده باشید دوستان عزیز. رحمت